هر آنچه که باقی مون او ایته نیست. او حضرت بوجه هم خودم کیف کردم هم جینوم. نصیب و شکر میریم 3 کسا. این دست مردکی ما دپارتات سایمو دیگه ما بخاطر نمی رمضان دبره که بخاطر نما میرن. من جهنم رفتنی نیستم. شما هم که مرا همش برادر مسلمان دوست بدارین. اول تو بس گفتن بس که با منه که نگفتن که بس کرده که کارازی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید که بخیر جان. علیکم السلام. کارسون خوش آمدید. خوش آمدید تماشابینان عزتمند هواداران شبکه صلاح جامعه. امروز در مهمونی اکای بخه و عثمان علی. خوش آمدید. تینجین خوبین؟ سفرها بخیر. در طرفای پیتر. چال داری؟ همه تینج خوب؟ 100%. شروع کنی گفت چردن. خبر دارم در السلام علیکم. امیدوارم تونتون رسیدین. خیلی نفرایی که ما تماشا دارن رقم هفته بجخین برادر. عثمان علی اگه چی گفتنی داشته باشی برادر. سلام و درودی به پایان مردم خدمانسکی. عین حال ما در شهر پیتر قرار داریم در مهمانی قاری صلاح‌الدین در هجومش. به نهایت جای خوب. توصیه بتیم ها؟ اختیار داده سختم. یا که بعد حجامت بگیرن بعد توصیه بتیم. ما حجامه ما سال دیگه میگیریم نه آخی. ما حجامه میگیم وزی. تمام اکا بخیر انشالله پروسس کار در حجامش میگیریم. همون رو در ویدیو میمونیم انشالله. میبینه و ویدیو رو تا آخر تماشا کنیم و آدزفش میمونه. یعنی رزولتاتی کار چه خیلی شد حجامه آیا افکت هست نیست و انشالله که میبینیم. حتمی که یعنی در این افکت پیدا میشه. برای که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که خیر ما تداویتم به الحجامه. بهترین اون چیزی که شما دوا میوین این حجامه. در شهر سن پترزبورگ رقم رو اکران. خب چی شد بطلی را بس کردی که؟ نه باشد که ترنگ همون بعضی حافظا بس میکنی سر میکنی بس میکنی سر میکنی. یا ودام گفت اگه میگه پا امی بی میگن داد میگه پا میگه اول تو بس گفتن بس که با منه که نگفتن که بس کرده که کارازی. اما در جای ما اکه بخیر خیلی میگن ده تا سامبو فرار بسیار بس گفت. نه من اصلا دل نگفتم بس که ما اکه یا گفتم یا بطلی گراندیوز کنیم که خیلی میکنم که نمیکنم. پلانو خیلی ازمیش دیگه بطل ماتو تمام. یعنی خیلیده با مرور وقت سین سالت رفتن میگیره با هر کارو را در خودت قبول نمیکنی. بله. یا اگر عثمان با ما خیلی که شما بطل سال فیرات که یکی ای بطلی صوف هاش میکردین یا بطل نمران پلامیدو دیمش میشید همه شمی برید آخی اکرسنون 4 گپ کفایت را در مورد 4 گپ جو یکم دیو سه بگیرید. لیکن اکه بخیر لیچ نما نمیفورم تا زورم نیاد با عزت نفس آدم نمیخوام که خیلی مثلا نش بزنم. انا بطل همی خیلی که یک دیگر همی تو نقلی تو این همی فکت اساس نداره در کار نیست های. او یک کلان داره پدر داره مادر داره اما که تقوی داره او دوابش همی کار تو درست نمیاد. برای همین اکه بخجان خوب کردی بس کردی خش به حالت این خیلی چیزا را تشکیل کننده گوش ای اشتراکچی و شرگنوی زیاد میگیرد. خطقاری جان با انگلیسی را خوبتر میدونه در این موضوع. بله الله سبحانه و تعالی میفرماید که وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما در کار خیر میگه هم دیگر را دستگیری کنین و در کاری که یعنی گناه های بدرفتاری های او چی سختانه دوری بجوین. و نقشه ها پلان ها چی هن مدامی که یعنی بطل بس میکنی یکون ایده داری با همراه ما بگم ایتن یکی بخیر ما کاروچی ما باید خلاصه آمدیم که همین کینوی تیتانیک سیوم چست شد. نصیب با زبانی فارسی ما حرکت میکنیم که قاری جان یک چیزای عبرت آمیز کنیم تربیوی کنیم
пагах мо рафтем ҳаму видеомон истод مثل صدقه جاریه وره бале аҷр зам шава на ин ки гуноҳ ҳаракат мекунем ки тарбиявӣ барои ҳамин насли оянда як чизи ибратомез бимонем ماشاءالله یعنی یک گپت اینجا معنای خوب داره همین گپ عکسش هست ای بو مثلا پندویز صدقه جاریه бале و همون چیزایی که مثال بگیریم در ویدیوات هستن مثال بگیریم بعضی شاید بایداد همونا را کور کردی و که کور میکنی не барора ман ба дарга кардам ӯ байдо да касе бошан ҷавобшона хичон битиям ман гуфтум ки ман бас кардам ам хеле байхониро бас кардам یعنی هر کسی که همون بایدای تو در هر کسی که هست از خودت خواهش کی برادرها کورش کنید تو روز قیامت илтиҷо мекунам курш кунед ман ҷаҳаннам рафтанӣ нестам шумо ҳам ки мара ҳамшу бародари мусалмон дӯст бидоред ҳам байдои мара дили таҷиқидан мушкилӣ надорад ӯ далед кунед آینده انشالله ویدیو خوب میشه این ویدیو رو بگیرین پهن کنید در бале کانال бале یعنی حتی بگیم کاری خیر ویدیوی خیره میتونن که به اجازت افتر و دیلیت سکنن اما لگاتیب شه مثلا میتونن که چی کور نکنن لگاتیب شه هم لگاتیب مثال بگیم عثمان یگون لگاتیب داره یگون برند خچه داره هم را کور نکردن مثال میتونن که در کانال ختم بمونین اگر کاری بگیم اجازت شرعی بگیم اجازت ہے طبق شریعت کی مثلا که رسپسرینی знание مثال علم یا که دیگه چیزی باشه میتونن که انشالله که بگیرین در کانالاتون بمونین бале خب خودت چی اکا جون؟ یعنی پاورا تو خود دستی راست направо налево Инстака налево. Мо ака на самом деле нашел один батл вақте ки видео кардам дидим ки акмах мехостам ки батлерора камак دستگیری что бе мо фикр кунам ки ё қадр доранд дар пеши какой-то организация дидим ки чота нет ба ҳамин худам хулоса бувардим ки ҳамин корро намекунем ягон фикри дигар хайнавзи ака усмон چند سویتو داد؟ ماشاءالله یعنی هر کاری باشه بله الله سبحانه و تعالی میگه که هر کاری که شما میکنین شما با هم دیگر مشورت کنین مثلا در سفر بلاگری اکا عثمان بگیم اپت زیاد داره در سفر بگیم بطلری که چند قطع سوختی در این سفر تو مثال آدم که بسوزم یاد میگیره تعلیم бале مثال بگیم در سفر حجامه و جین زده ها بگیم الحمدلله به قدر استطاعت داریم مثلا بگیم یه جین زده بیاد چی سویتش بدیم که سمستیت نه میتونه که تبابت بیوه یا که مثلا بگیم حجامیست یا که منوال تراپی کسته پراسته مثلا بگیریم استمراج در میکنه مثلا بگیم بعضی حالتها میشه که اینجا در میکنه یا که پا در میکنه اینجا پرابلمه در پزواناش نیکه مردم اومدن چیکار میکنن پر تبابت میکنن اصل چه استمرار کچ دیگه یا که یکون سیگمنتش ایجو بیجوش دیگه یا که پراتروزش دیگه یا که گریجش دیگه خلاص که بهتری حالتها در این سفره کم که الحمدلله خوندگی هستیم الحمدلله بگیم کم اندازم علم داریم در این باره میتونیم یکون چی گفتم خب ҳамчу патсиент ҳамчу хачхе ҳамчу бемор хай инак ҳар кахча таъриф намекунад неки мо таъриф мекунем да қориҷон да гап нестай кадоме ҷинвараен кадоме ҳиҷома карданен тавсия аймо марҳамат кунен қориҷон да чиво мехонам ман худам шоҳидам да ҳам худам кайф кардам ҳам ҷином яъне ҳамуд хонд ки роҳатбахш буда мо ҳамамон бандоҳо ба я дард ба я мушкилӣ ва ба я чиз мо гирифтор мешем и бандагиай одамиай и одамо дар кӯмаки моанд дар хизмати моанд ё сабаб мешаванд парвардигор моро ай чанд мушкилиҳо озод мекунад раҳо мекунад марҳамат кунед дар и дирани арақа алкогол калазардак палубому ҳар як ҷинои серьёзние ки талхатон мекафа биёен кам кам дар фикри хитонам бошем аки ман англисиро хубтар намедонам хориҷон ман ҳамқа метавонам гуфтада نه بله مثلا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که خیر ما تداویتم به الحجامه بهترین چیزی که شما دوا میوین این حجامه رسول الله صلی الله علیه و سلم حجامه کرد مثلا بعضی حالت‌ها میشینی حضرت فوتبالیست مثلا میغلطه
این پشت مثلا اینجاش تراوما میگیره، میتونه که چوکنی اتوماتیک حجامه بگی در اینجا میزنه. برای میگم وقت ما شاهد بدیم از طوری رفتیم در طرف سمالینسکی ده یا باردار غلطی نمیدست بگیم از لیونه که غلط روندش این نمیدست پول یک هورمون این میخواد چیز چیدست یک هورمون رفتم اتوماتیک حجامش کردم الحمدلله کار درمان. نه من اصلا دلی ما یه هفته 6 روز بازی میکنم فوتبال. ما اینه برای تو bez limit любое время که فوریدت بیای نمیشه دودار من جای بیا حجامه که بسپلات. نه من برای چی میگم که دیسیپلین وقتی که خیلی پدیدت بازی میکنم می 2 ماه 3 ماه میگذره که уже پام در میکنه میام مردک برای جام میکنم уже پگاجدا سبوک میشه مردک برای من این پوندا فقط پوندا بیسول میزنم. دیسیپلین نشد جمعه ما میشه توی 5 سال 6 سال چیزی جمعه کردم نشد این فوتبال نشد استافشی دیسیپلین و فایده داره. هنوز میکنم ما خیلی روزی روشن میام کوریشا و خانده روز گفتیم ما همین روزی روشن میام حجامه میکنم. تمام قبل استخراجی اکی بخیر انشالله که حجامه میکنیم. انشالله ما در پیتر بدیم با همراه برادرها در آینده انشالله نقشه های زیاد دارن برادرها. بله اگر که انشالله ما همیجا باشیم حرکت میکنیم که در گون سریال شو در گون سناریو شو در گون شو حرکت میکنیم که اشتراک کنیم تو اینکه فقط سیتواسیی که میویه دستمون بگیم عثمان میخندونه اکی بخیر سپانسر رو میکنه میگیریونه این میخندونه من میگیرونه میگه ازت اپلاچ میکنه. امی نسام دلی همه که بیو بچه نکنم بطلی رو توکلشون به خدا فایدهشون نرسید لیکن توکلشون به خدا مثلا اینجا عکس همین لوبوی سؤال عکس هسته مثلا لوبوی گپا زیدش هسته بگیم کلا زرگو میگن کن از فایخ از شیب که او چی میگن چی میگن ما تو خطا نکنیم نمیفهمیم. نه تو که مثال بگیریم فایدهشون نیسته ضررشو بود استثنا یعنی الحمدلله مثال بگیم نمو بگیم شعبوز بردیم ماریو را بردیم معروف شعبوز شونیمسی رالیک چخیلی ختم حضرت حجت بریم نخون مسلمان سوال هم خیلی سوال تیم نه سوال برای چی سوال میتونم یک جمعه میگم دو میگپا برای چی حوض بسیار حالاتو میشن که ما رو زنگ میزن ما دمی سفیره که هستیم ما رو زنگ میزن که اوتم حج نمیروه میگیمش نمیروه اوی ما برام گناهگار میشیم و نه احترام پدر ماشاءالله با همون خیلی فرزندایی که احترام پدرشون میدن نه که بعضی پدرها و بعضی مادرها صدقه حج کنن با چی خاطر با خاطر فرزنداشون دارن شرایط میگن شما مادر جان یا اینکه پدر جان بیا ما شما رو به زیارت خانه خدا راه کنیم نه ما نمیریم. این سبحان الله مادامی که الله شرایط برای فرزنداتون مهیا کرده برین ای ملک مال فرزنداتون راحت کنین. وقتی که پدر مادر ملک مال فرزند مصرف میکنه الله برکتش زیاد میکنه. یعنی وقتی که دارین شرایط حرکت کنین استفاده برین. یعنی با هم خاطر ما میپرسیم برای که ما گواه همین سوالا رو میکنن زیک میشه میگه که بعضی پدر مادر میان کارخانه ما میگه پدر جان بیا رویت کنیم کمپانی ایندیا دیگه اینا برای رقم‌های روی اکران برای حج مراجعه کنیم مسکو و تشکیل بچه خاطر میرم میگم خاطری که میام پیش وقتا گواه گیرون میشم که پدر نمیگه فرزند زیک میشه که میگم همین چیز دارم در بیساتون. بعضیش مثال بگیریم پدر شهادت زدگی مادر داره بعضیش مثال بگیریم پدر مادرش نمیره اخطار میگیره خسر خشتمان شروع میکنه با پدر مادرش میگه آن تو خسر دروی که خشتمان دروی که دیگه قبول بلو کردی. یعنی در اینجا فرزند گناهگار نمیشه وقتی خسر خشتمان شد با خودی شرایطش هسته. کاری خیر در مردی ما همینه که بچی خاطر تو را روی کردی چی با تو را دستگیری کردی چی با نه همین زندگی و حیاتی ما همینه که یک دیگر دستگیری کنیم. بله یک کس میتونه مثال بگیریم که بخاطر داره شرایط یک کس میتونه دستگیری کنه که عثمان مثال بگیریم هر یک چیز به قدری توانایی. حتی الله سبحانه و تعالی برای عبادت خودش میگه فاتقوا الله ما استطعتم یعنی تقوا کنین پرهیز کنین به قدری استطاعت. مثلا این شب 2 رکعت نماز خوندی تهجد فقط 2 رکعت بخون نه اینکه این شب 20 رکعت تهجد بخونه سحر نماز مونده داره قضا کن. این چیز الله سبحانه و تعالی از ما و شما طلب نمیکنه.
با اون خاطر هر یک چیز به قدر توانایی. با اون خاطر ما پرسان کردم که چه خیلی جلانی دو، شاید که مثال بگیرین جلانی داره نه بگیم شاید که یکم پروژه دیگه دارین یکم پلان دیگه دارین که حاضر رفتن نمیتونه. مثلا بگیم مادر تو های نمیتونی پارت رفته که مثلا یکم کار داری، یکم پروگرام داری، یکم هدف دیگه داری که مثال بگیم به هدفت برسی و بعد چیکار کنی سیمینی مثال بگیم قدیم مادر جان بخیزی برای ما دایی خاطر سوال هر یک مسلمان آرزو داره. ما گفتی که بعضی پدر مادرها را صدقه حج کنن برای که نمیگن، برای که شرایط داره فرزندش میگه بیو برا نمیگن. با من چخنده حضرت تو میگه که حج میری من چخنده بود اولش که نگفتن ده گناهگار میشی دیمش که ای ده هدف بالو میست در بنده مسلمان. ماشاءالله اگر 1000 هدف هم که باشد من رفتم یا بار رفتم قاری جان ماشاءالله 100 بار میرم من کیف کردم با خدا. اگر ذره ایمان داشته باشی همجا میمری ایگیری هم خود روحت بالیده میگرده. رسول الله خوب اینجا دلت نمیشه که کتا سخت گذاریده همجا راحت میکنی، نه یا غیبت های نه یا گپی پست بلند نه یا چیه کنش نراحت میکنی. بله هر یک مسلمانی که مثال بگیریم والله ما همین چیزا بگیم احساس که وقتی که درمی دری بگیم مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مثل که همه پرابلمات را گم برنجله دور میکشن میگیرن داخل میشه یک راحت یک احساساتی است که بگیم اتسلام نیپریدت بس خوان قطعی گفته نمیشه تو که نره هم چیز احساس نکنی چوستوچ نکنی. اما با مکه که وقتی که میداره گو همین لیسنسه داره همین وقتی که بابی ملیفت میداره لیسنسه داره هم لیسنسه میفره کعبه اوس تا کشود و شده دیده رفتن میره هم ترکی مثال بگیریم سبحان الله دیل دم تا کشوده میشه و مثل که الله سبحانه و تعالی گناهات عفو میکنه. مثلا مسلمان همو جخچه احساس میکنه هم مکه را دیدی اشک جوری میشه که الحمدلله باز الله سبحانه و تعالی موفقم گردان و آمدم. با اون خاطر کسی که شرایط دارین خواست به خاطر الله برین برای که این روز شرایط دارین پگه شاید شرایطون این خیلی نشوه. بله هم خیلی؟ بله مثال بگیریم حالاتش مثال بگیریم این مثال خودت شرایط بد زمانی بد هم خیلی خود شرایط ستره منم باشم که بخیر هم خیلی بد زمانی که شرایط خوبتر بد زمانی که وابشه شرایط نداشتی یعنی الله امتحانات میکنه. با همون خاطر هر یک چیز به قدر استطاعت همون وقتی که شرایط دارین همون رو دختان مصرف کنین. الله دوست میداره همون بنده ایشه که ملک و مال داره و دختش صرف میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه همون مال تو چیزی که خوردی پوشودی و سواره کردی و هر آن چیزی که باقی مون او ایته نیست او حضرت بوجهانی وای خودش مرد و زنش با دیگران خورد میگن که آن مال بجو کلگی ایده. یعنی همینجا قصه بسیار میار در این بابت. یعنی الله میفرماید که ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. او کسانی که ایمان آوردین شما را هلاک نکنه ملک و مال شما فرزندهای شما. بسیاری ما زن فرزند میگیم دیگه و دیگه میدویم بگه کلان میشن چکو میکنن سراغ مونه میکنن گفتی که با پیرانسال خلا میبرن میمونن. به همون خاطر تربیه خوب آداب اخلاق خوب این چیز انشاءالله بعد از مرگی ما برای ما منفعت میرسونه انشاءالله. مثل نصیب و شکر میریم 3 کسا این دست مردکی ما دپارتات سایمو نیکی با بخاطر نمی رمضان دا برین که بخاطر نما میرن همه رمضان دا؟ این نمی رمضان دا با ما را نمیبریم این اترا میبرین اپیراتر ما هم چون اپیراتر میرم میرین دست مردکی رمضان این می رمضان با ساسه دیما چی؟ این ساسه دیما اخران گره ایه رویش میکنیم میرم بعد های که اکبر هم بریم چی میرم رمضان دا اگر ما برام بات نمیده اوفس کی میسته آدم میویم ماریو رو فرود میکنیم میسته نه خیلی میبینیم میریم تمام اینه منم میرم ما ویزم تیوره توای پبنالی تمام همشه بحث میکنم میرم همشه بس میکنی نشته باطل 100% بحث میکنم تمام ها
باتل موزیکا نیست دیگه ماشاءالله اویژه نبود وای ما ویدیو کردگیم اوژه در دلش انداختگی خورد. ماشاءالله. ما اویژه ویدیو کردگیم مرده برای ویدیو بوندگی نیست باید ویدیو منتج میکردن میپردن ما گوتگیم که بحث کرده میشه اخیرا همین قوری منو میکنم چی ما؟ مخلصای باتل را این ویدیویی که مک مرده برای کردگیم اویژه یه هفته پیشکی باید هنوز اول منتج گیستن نه باید هنوز اپراتور میبرود زنگ میزد نبرداشت مرده بری ما اویژه دامو ویدیو گفتم که بحث های خیر الحمدلله که ما چند بار دولت کردم گفتم بتنی نه چند باش ما گفتنو که مثلا یک چیزی که الحمدلله انسان وقتی که میگه همون گپ این روز نپگه یعنی ما یاد دارم که قصه را گوش کردم یک عالمی بگیم خوبی مثلا اهل سنت با یک یوری بگیم که دعوت میکنن با او خوردن در درون عملیات این مسلمان سینی همون یوری میگه که هم آدمی که بگیم یهودی میگه فقط دعا که پروردگارا مرا برای راست هدایت کرد همین گپش میگه دیگه جنگ جنجال در درون عملیات و دعوت داره بعد میگه اینمی ویزیتکای ما ایمیل ما اسلیشته بعد با ما مراجعت کن ای بین 12 سال میگذره در ایمیلش میگه که حضرت من تری برادر در فلان سال در اینجا دیگه بدیم خلاص که و میخونم میگه که الحمدلله این روز الله سبحانه و تعالی مرا هدایت داد یعنی ما هر چیزی که دست ما مثال بگیریم اگه بخاطر بگیم با بسیار آدما معامله میکنیم رفتار میگه گپ میزنیم خلاص که و میخوریم یگان در دعوت حرکت انسان گپ دغل نگه ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه شما به سوی پروردگار خود دعوت کنین با حکمت با موعظه حسنه با گفتگوی خوب با نرم که تو اینکه انسان سلام علیک بگیره اگر که مثال بگیریم ما رفتاری بد میکنیم عین حال ساعت 23:44 یعنی ساعت 11 قریب 12 دقیقه است اگر که بد رفتاری میکنیم این وقت البته که یک جای نبودیم همین خیلی بله بله الحمدلله حرکت کنین معامله خوب کنین هر چیزی که میخواین به هدفتون میرسین سبب بحث کردن میدون در چی بود همین باطلا مرده بری وقتی که ما ویدیو کردم اکی تک ما فهمیدم که باطلی رو خیلی میگن 99% سریوز نیستن این 100% ما خود میدیدم و وقتی هم ویدیویی که لیگا باطلا کردم ایبان یا مگذشت که گوی باگه یا مگذشت هرگون باطلی رو هم نشید و پدری من ویدیو ما جنم نشان میتیم جنم نشان داده پدرم زمان داد که بچم همین کروی در آزمینی که میکنه میری باطل ما تو بچم با تو آیاندران دارم نخی گفت من چه ما گپی پدر در ذهن میمونم با کار ما دوام میدیم بعد گفتم گپ نیست تا ما این میروزی براتم گفتم ما تمام نه باطل نه یگم کانسل نه دیس میگم نه 20 میگم نه 30 اومدم ایراد گفتم که بیا ویدیو کامera موندن در کامera چاچا کردم تو تمام دیگه باطل ما تو بس بله یعنی الحمدلله گپی بگیم خشب به حال مخیل پدرو که بگیم دارن مو حکمتی گپ زن یک سخن میگه کفایه برای آدمی بگیم با عقل آدمی با فهم یک کلمه گفت که با همه کار حل میکنه الله نگهبان باشه برادر عزیز پدر مهربان یکی اگر ما رو ببینه پلیبون جان نشان میده ویدیو را انشاءالله خدا نگهبانتون باشه خیلی انشاءالله اگر کچی باشه بیا پیوست شین با همراه یجویه خطی اکی بخیر اکی عثمان بله اکی عثمان یجویه همسنده میره بیا قیتون یجویه هم یک چیز گفته سر تمام مکسان اپراتور اپشت تلفن بیا خب انشاءالله دوام ویدیو تماشا کنین انشاءالله حجامه میکنم که بخیر باشه خدا نگهبانتون باشه که اگر در شهر سن پترزبورگ کدومید که بخواین حجامه کردن یا که داروی طبیعی میتونید که برای رقم‌های رو اکران مراجعه کنید. السلام علیکم.